تو قسمت قبلی به میان اهالی دهونک رفتیم و حرفاشون رو شنیدیم. اونا از حق مالکیتی صحبت میکردن که در تمام این سالها بهشون وعده داده شده ولی بهش نرسیدن و معتقد بودن چون وکیل و توانایی نداشتن نتونستن تو دادگاه از این حق دفاع کنن، در نتیجه در برابر طرف مقابل یعنی دانشگاه الزهرا محکوم شدن. گفتم آقای قاضی من چیکار کنم؟ گفتن اینجا بریم رفتیم، اینجا بریم رفتیم، اما نداشتم وکیل خصوصی بگیرم. تو این قسمت ابعاد حقوقی ماجرا رو در گفتگو با یکی از وکلای داوطلبی که به تازگی به کمک اهالی اومده واکاوی کردیم. محل دعوا یه ملک 51860 متر مربعی در محله دهونک تهرانه. زمینی که تا پیش از سال 1317 متعلق به مستوفی الممالک نخست وزیر رضا شاه بوده و بعد از هبه زمین یا تصرف زوری اون توسط رضا شاه تو این سال توی اون کارخونه‌ای به نام کارخانه شماره 5 ونک برای تولید ماسک و تجهیزات جنگی توسط آلمان‌ها ساخته میشه. در کنار محل کارخونه هم خونه‌هایی در اختیار کارگرا قرار میگیره. در واقع ما با ملکی مواجهیم که متشکل از دو بخشه: زمین محل کارخونه و محل خونه‌های سازمانی. بعد از پایان جنگ جهانی و تغییر کاربری کارخونه، نهایتاً در آبان 38 وزارت آموزش و پرورش کارخونه رو تحویل میگیره. در سال 47 سند این ملک آماده میشه که صادر میشه به نام شرکت سهامی کارخانجات ونک وابسته به آموزش و پرورش وقت به نمایندگی از دولت شاهنشاه. مورخ 6/4/53 شرکت سهامی کارخانجات ونک واگذار میشه به وزارت راه. توی اون واگذاری که در سال 53 شده گفته کلیه حقوق، تعهدات کارگرها و غیره به استثنای زمین محل کارخانه، من تاکید میکنم، یعنی خونه ها رو دارن واگذار میکنن به وزارت راه. اما سال 58 یک توافقات جدیدی انجام میشه، میان مجدداً برمیگردونن به خود آموزش و پرورش و با چند استثنای کوچیک. اولا که میگن که ما خانه‌های سازمانی رو تحویل ندادیم، طبق همون تصمیمات محل رو برمیگردونن و خونه ها رو تحویل نمیدن. در نتیجه این صورت جلسه ها و رفت و برگشت ها نهایتاً کارگرها و خونه های سازمانی زیر نظر شرکت تجهیزات ایمنی راه ها متعلق به وزارت راه قرار می گیرن، اما سند زمین همچنان به نام وزارت آموزش و پرورش باقی میمونه. از اینجا به بعد ماجرای دستورات و نامه‌نگاری های مختلف برای واگذاری خونه ها به اهالی شروع میشه. لایحه قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده به شرکت سهامی کارخانجات تولیدی و تجهیزات ایمنی راه‌ها، یعنی همین کارخانه شماره 5 ونک. حتی بررسی‌های انجام شده در سطح وزرای کشور، موافقت‌های اصولی که اینجا تقریباً من می‌بینم استانداری موافقت کرده بوده در همون سالهای 59-60. میشه گفت این اولین نامه‌نگاری ها با موضوع واگذاری خونه ها بعد از انقلابه. آبان 59 کارشناس استانداری تهران بعد از بازدید از خونه ها گزارشی تهیه میکنه و میگه ساکنین از کارگرای قدیمی وزارت راهن و به نظر میرسه استحقاق تملک منازل فوق رو دارن، ولی از نظر فنی تفکیک منازل کار آسونی نیست و مشکلاتی رو بین ساکنین ایجاد خواهد کرد. در پی این گزارش در آذر 59 استانداری در نامه‌ای به شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها، همون جایی که خونه‌ها زیر نظرش بوده، میگه واگذاری خونه‌ها به اونایی که استحقاقش رو دارن بلا مانعه. این شرکت هم در نامه‌هایی به اداره ثبت و شهرداری تهران درخواست تفکیک منازل و صدور سند مالکیت به نام ساکنین و واگذاری رو میده. این پیگیری‌ها تا سالهای پایانی دهه 70 ادامه داره. از نامه ترکان وزیر وقت راه و ترابری به آخوندی وزیر وقت مسکن در سال 75 گرفته تا صورت جلسه های داخلی وزارت راه و شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها. دقیقاً در تاریخ 29/9/77 یک جلسه برگزار میشه و صراحتاً در بند یکش میگه پس از بحث
و بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوع، کلیه شرکت کنندگان به اتفاق به ضرورت واگذاری خانه‌های سازمانی توافق و تاکید نمودند. اما هیچ یک از این پیگیری ها به نتیجه یعنی صدور سند برای ساکنین منجر نمیشه. عدم وجود عزم جدی در شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها، اختلاف بین وزارتخونه‌ها و سازمان‌های درگیر در موضوع و یا شاید از همه مهمتر اینکه سند مالکیت هنوز به نام وزارت آموزش و پرورش باقی مونده بوده، باعث میشه هیچ خونه‌ای واگذار نشه. حالا در اوایل دهه 80 تو شرایطی که محل کارخونه سابق به عنوان مرکز آموزش راه آهن در اختیار راه آهن و خونه‌های سازمانی هم در دست شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها، بازیگر جدیدی وارد صحنه میشه. دانشگاه الزهرا، همسایه قدیمی این ملک مناقشه برانگیز که چون محل کارخونه بین دانشگاه و خوابگاه اون فاصله انداخته، از دولت تقاضا میکنه که این قسمت این ملک دولتی بهش واگذار بشه. درخواستی از سوی زهرا رهنورد، رئیس وقت دانشگاه، در سال 81 میبرن در دولت مطرح میکنن و توسط رئیس جمهور با امضای آقای محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، به عنوان حکم و نماینده خاص رئیس جمهور یک مصوبه انجام میشه در 3 بند و ملک کارخانه ونک مرکز آموزش فعلی شرکت راهن جمهوری اسلامی رو به دانشگاه الزهرا واگذار میکنه و بر اساس همین مصوبه دانشگاه میره سند اخذ میکنه. به نظر میرسه که این مصوبه به حال وزرایی و نمایندگانی که توی اون جلسه در حضور آقای عارف حاضر شدن صحبت کردن، قطعا توافقاتی شده که تو مصوبه به صورت صریح نیومده. سال 82 وزیر محترم وقت جناب آقای احمد خرم، وزیر راه و ترابری، نامه‌ای میزنه به جناب آقای دکتر عارف و به اصطلاح معترض میشه که جناب آقای دکتر عارف، ما توی اون مصوبه یک توافقاتی کردیم، خب و شما الان خلف وعده کردی. قرار بود خانه‌های سازمانی و خانه‌هایی که ما باید به افراد واگذار بشیم احصا بشه و فقط محوطه آموزشگاه راه آهن به دانشگاه الزهرا واگذار بشه. اما دانشگاه الزهرا رفته کل پلاکو به نام زده. تقاضا داریم که مکاتبات انجام بدید در جهت اصلاح سند با اداره ثبت شمیرانات. این خیلی مهمه. ببینید، دانشگاه الزهرا از آقای رئیس جمهور دستور گرفته بود که مرکز آموزش راه آهن که 4 دیواری دورش بود، این به دانشگاه الزهرا واگذار بود. ما این کار کرد. بعد دیدیم که ادعای دانشگاه الزهرا روی خونه‌های سازمانی هم هست، یعنی دنبال تصرف خونه‌های سازمانی هست. ما جلوش ایستادیم. چیزی که ما توافق کرده بودیم مرکز آموزش بود. خب اون توافق تو کجا بوده؟ توافق تو جلسه ای بوده با حضور آقای عارف و اینا بوده یعنی؟ بله. خب پس چرا توی این تقاضای دانشگاه الزهرا مرکز آموزش بود، نه خونه‌های سازمانی. بعد وقتی دیدن مرکز آموزش واگذار شد بهشون، با دستور آقای رئیس جمهور طمع کردن که خونه‌های سازمانی هم تملک کنن. خب بعد شما این رو نامه زدین، اعتراض کردین، جوابی دادن که شما اعتراض کردین که آقا چرا این اتفاق افتاده؟ جوابی ندادن. خب این ذره عجیب نیست که بالاخره معاون رئیس جمهور یه تصمیمی گرفته، امضا کرده، بعد یه چیز دیگه رفته اجرا شده؟ بله، تعجب آوره. البته بررسی‌های ما نشون میده گویا عدم پیگیری خود وزارت راه و شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها هم در به نتیجه نرسیدن این اعتراض بی تأثیر نبوده. خب بر اساس همین سندی که صادر شد به نام دانشگاه الزهرا شروع میکنه به دعاوی، به طرح دعاوی. اگر فردی بعد ورودش به یک منزل غاصبانه باشه، یعنی چی؟ یعنی شما خونه نبودی، یهو صبح بیدار شدی دیدی یکی اومده خونه‌تو غصب کرده، شما این آدمو نمیشناسی، سندم داری،
مراجعه میکنی به محاکم عمومی و تقاضای خلع ید میکنی، یعنی از ایشون گرفته بشه و به مالک اصلیش برگرده. حالا یه اتفاق دیگه هم ممکنه بیفته، شما منزلی داری اجاره دادی، اگر مستاجرت بلند نشد چه کار میکنی؟ میری دعوای خلع ید مطرح میکنی. قانون صراحتا میگه نه، میبایست دعوی تخلیه مطرح کنی نه خلع ید، چون در دعوای خلع ید دادگاه فقط به سند مالکیت توجه میکنه و نه صحبت‌های دیگری. اما در دعوای تخلیه دادگاه به اصل ماهیت قراردادی ورود میکنه. ببین مبنای ورود این افراد که غاصبانه نبود، که مبنای ورودشون چی بود؟ اجازه حالا اون کارخونه یا وزارتخونه یا به هر حال اون شرکت که این خونه ها سازمانی بود. پس مبنای اینا غاصبانه نبوده که شما بری دعوای خلع ید مطرح کنی. وقتی که دانشگاه مقدمتا میره یک دعوی در شعبه 90 طرح میکنه، قاضی محترم دقیقاً با علم به موضوع احتمالاً در جلسات تذکری داده میشه و به هر ترتیب دانشگاه دادخواست بدوی خودش رو تغییر میده. از دعوای خلع ید عنوان دعواش رو برای اینکه دادگاه بتونه رسیدگی بکنه تغییر میده به دعوای تخلیه. قاضی با اشراف به مواد و مفاد قانونی بررسی بسیار دقیقی میکنه و در انتهای رأیش صراحتاً ذکر میکنه که دادگاه و محاکم عمومی صالح به رسیدگی نیستن، قرار عدم صلاحیت خودم رو صادر میکنم و حکم به صلاحیت کی میدم؟ دادستان تهران. اما اون چی که میدونیم اینه که به هر حال یک پرونده جدید دیگری تشکیل میشه و در این پرونده جدید عنوان دعوا دوباره خلع ید عنوان میشه نه تخلیه. اما در شعبه 90 قاضی دیگری به موضوع رسیدگی میکنه، نه همون قاضی قبلی. قاضی جدید نظرش این بوده که میتونه به خلع ید رسیدگی بکنه صرف نظر از اینکه اینها غاصب نیستن و به هر حال سکنه خانه‌های سازمانی هستند. رسیدگی میکنه، آراء قل و قمع و به اصطلاح خلع ید رو صادر میکنه. این آرا در دادگاه تجدید نظر هم مورد تایید و ابرام قرار میگیره و متاسفانه در مرحله اجرا قرار میگیره و تعدادی از این منازل تخریب شده. دادگاه در دعوی خلع ید فقط به سند توجه میکنه، میگه سند به نام کیه؟ به نام دانشگاه الزهرا. آقای ایکس که 70 ساله تو این خونه ای، آیا دانشگاه الزهرا اجازه داری؟ ایشون میگه نه. میگه پس خلع علاوه بر این نکته حقوقی در مورد دعاوی خلع ید و تخلیه، تا اینجا میشه گفت 2 مسئله اصلی وجود داره. اول یه حق مالکیت بی‌فرجام برای ساکنین که از ابتدا تا اوایل دهه 80 تو نامه‌نگاری ها و اسناد مختلف دولتی بهش اشاره شده، اما با انتقال سند زمین به دانشگاه الزهرا به یکباره و به کل نادیده گرفته شده، چرا که روی کاغذ این دانشگاه هیچ نسبتی با کارخونه سابق و هیچ تعهدی نسبت به کارگرای اون نداره. و دوم ماجرای اختلاف نظر بی سرانجام در مورد انتقال ملک به دانشگاه الزهرا و اینکه اساساً آیا انتقال خونه‌های سازمانی به دانشگاه جزو مصوبه سال 81 دولت بوده و یا قرار بوده فقط زمین کارخونه منتقل بشه. در کل به نظر میرسه پیچ و خم‌های تو در توی نظام بوروکراتیک و عدم پیگیری‌ها و ناکارآمدی‌های مسئولین دولتی در تمام این سالها باعث حل نشدن این مسئله‌ها و تبدیل شدن اونا به گره‌هایی شده که این روزا دانشگاه و اهالی اونها رو به دندون گرفتن. موضوع اینه آیا اگر قانونی باید در حقوق افرادی انجام بشه و انجام نشد آیا نفی حقوق ذاتیشونه؟ من اعتقاد دارم خیر. یعنی اگر دولت تعهدی داشته مبنی بر این که خانه‌های سازمانی رو طبق قانون به این افراد واگذار بکنه، حالا چه مالکش رو شما بگید شرکت کارخانجات شماره 5 ونک، چه بگید دانشگاه الزهرا، همه اینها قائم مقام دولتن. دولت متعهد بوده خانه‌های سازمانی رو منتقل کنه. به خاطر سکونت این افراد توی این خونه‌های سازمانی از حقوق دیگه‌شون محروم شدن. مثل این که من اینجا سندی دارم که فردی دارای 8 سر عائله بوده که سال 60-61 توی این خونه ساکن شده. خب اگر ایشون توی این خونه ساکن نبود
میتونست به راحتی از امتیازات دولتی استفاده بکنه، زمین شهری بگیره. قرار بوده تخلیه بکنید همون سال 59 60، یعنی اون زمانی که هنوز این آدم میتونست بیاد مثلا اداره زمین شهری تقاضای زمین بده، تقاضای زمین دولتی بده، بگه آقا من 8 تا بچه دارم بهم زمین بدید. با همه اینا تیم حقوقی اهالی الان و بعد از صدور حکم نهایی در حال پیگیری یه راهکار قانونیه. راهکار نوشته شده برای مواردی که احکام قطعی صادر شده و تمام راه‌ها برای به اصطلاح واخواهی، تجدید نظرخواهی بسته شده از طریق بند تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری توسط مقام محترم ریاست قوه به این موضوع ورود بکنن و دستور اعاده دادرسی بدن که یا توسط به هر حال دادگاه ساله یا توسط شخص ریاست قوه این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار بگیره. علاوه بر این راهکار شاید بشه مدل‌های مختلف دیگه‌ای هم برای رسیدن به نقطه حل مسئله تعریف کرد. مثلا مدلی که وزیر راه دولت اصلاحات مدعیه که به دنبال اجرای اون بوده ولی موفق نشده. در زمان آقای آخوندی قبلش هم همینطور پیشنهاد دادم که این خونه‌های سازمانی رو با بخش خصوصی مشارکت کنی، بکوبید بسازی، این 50 تا خانواری هم که اونجا نشستن جا بهشون بدید، یکی آپارتمان بهشون بدید، بقیه‌اش هم بین کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه میسازه و وزارت خونه تقسیم بشه. تو قسمت بعدی در گفتگو با تیم حقوقی دانشگاه الزهرا علاوه بر اینکه موضع و اسناد طرف دیگه دعوا رو بررسی می‌کنیم به مدل‌های حل مسئله پیشنهادی اونا هم می‌پردازیم.